یاد خدا آرام بخش قلب هاست. یاران من سلام، امیدوارم تعطیلات به شما خوش گذشته باشد. فرازی از گفتار امیرالمومنین علیه السلام در خاطرم آمد که می‌فرمایند، البته نقل به مضمونه: در شگفتم از کسی که میپندارد کسی یا چیزی را گم کرده است و به دنبال آن میگردد، حالان که خودش را گم کرده است و آن را نمیجوید. عزیزان دلم، سال جدید سال موفقیت در عرصه‌های گوناگون برای شماست. باید ابتدا با خودشناسی آغاز کنید و به این موضوع مهم فکر کنید که از زندگی چه می‌خواهید. روی کدام ویژگی مثبت و منفی خود باید کار کنید؟ آیا دلتان می‌خواهد کاهش یا افزایش وزن داشته باشید؟ در این سال لازم است چه مهارت‌هایی را فرا بگیرید؟ امیدوارم همانطوری که در سخن نخستین پایان سال 92 اشاره کردم، هدف مشخص و دقیقی برای خود انتخاب کرده باشید و تا این لحظه قدمی هر چند ناچیز برای رسیدن به آن برداشته باشید. تحقیقات و یافته‌های جدید در زمینه موفقیت فردی نشان می‌دهد کسانی که تصویر ذهنی مثبتی از فرآیند موفقیت در ذهنشان شکل می‌گیرد، نسبت به افرادی که تنها به گام آخر فکر می‌کنند نتیجه بهتری می‌گیرند. پس در شروع سال جدید به ترتیب زیر مسیر زندگیتان را مشخص کنید. 1. کدام آرمان برای شما مهمترین است؟ 2. این هدف را حداقل به 4 قسمت تقسیم کنید و مثلا هر بار ببینید تا چه حد به هدف خود نزدیک شده اید. خود را بازنگری کرده و پله دوم را آغاز کنید. 3. سال جدید را سال تحکیم روابط خانوادگی و ازدواج برای آنهایی بدانید که دلشان می‌خواهد زندگیشان زودتر شکل بگیرد و در زمینه خانوادگی موفقیت را در آغوش بگیرند. 4. آنهایی که یک قدم از دیگران جلوتر هستند دفتری تهیه کنند و به ویژگی‌های همسرشان بیاندیشند. آن ویژگی‌ها را یادداشت کرده و با آن در گفتگوهای روزانه‌شان حداقل 20 دقیقه هر بار رابطه خود را محکم‌تر کنند. 5. در کارگاه‌های گوناگون بارها به زوجها تاکید کردم که تفاوت‌های فردی یکدیگر را بپذیرید، با آنها کنار بیایید و به یکدیگر احترام بگذارید. دانش جدید خانواده درمانی نشان می‌دهد تفاوت میان دو جنس مذکر و مؤنث به هورمون‌های آنها وابسته است. این تفاوت هورمونی نه تنها موجب به وجود آمدن اختلاف سلیقه، مثلا خرید کردن میان این دو جنس می‌شود، بلکه راه‌های ویژه‌ای را آشکار می‌کند که به وسیله آن خانم‌ها و آقایان می‌توانند با استرس و ناراحتی خود مقابله کنند. 6. کلام آخر این که دایره دانش خود را گسترده کنید. همین حالا بررسی کنید آیا اطراف شما سمینار، کلاس یا روانشناسی وجود دارد که از آنها بهره ببرید؟